خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما شما قبلا درباره خون بحث کردیم. گفتیم که خون از جمله البته جزء مهمی از سیستم دوران خون است که توسط مواد غذایی، اکسیژن و مواد منرال ها به قسمت های مختلف بدن و به حجرات بدن توسط خون میرسد. پس شما شاید شنیده باشین و هم در زندگی روزمره تان زیادتر دیدین کسایی هستند که زیادتر در حادثات ترافیکی یا جاهای مختلف یا هم به خون ضرورت پیدا میکنن، از اثر مریضی های مختلف کم خون میشه و به خون ضرورت پیدا میکنن. بنابراین ضرور است که باید خون بگیرن. پس وقتی که خون میگیرن چیز مهم در گرفتن یا هم اهدا کردن خون گروپ های خون است که ما به صورت عموم گفتیم 4 نوع گروپ خون داریم که عبارت از A است، B است، AB است و همچنان O است. وقتی که یک شخص خون میگیرد و یا هم خون میتد، مهم است که گروپ های خون باید یک چیز باشد. در ضمن از اینکه فاکتورهای خون است که مثبت است، منفی است، در ضمن از او باید کسی که خون میته یا کسی که خون میگیرد گروپ هایشان باید مطابقت داشته باشد و این هم قبلا خواندیم که کی به کی خون داده میتونه و کی از کی خون گرفته میتونه. صحیح است. چیز مهم در منفی و مثبتش مد نظر گرفته میشه، یعنی فاکتوری که در خون است مثبت به مثبت، منفی به منفی باید خونشان تطبیق شود، در غیر او خون لخته میشه و باعث مرگ میشه. یعنی شخص خون در وجودش لخته میشد، رگهایش بند میشد و باعث مرگش میشد. اولا وقتی که خون میگیریم شخص را انتخاب میکنیم که باید کسی که گروپ خونش نامعلوم باشد و بخوایم گروپ خونش معلوم کنیم. اولا قسمت دستش توسط یک چیز محکم بسته میکنیم تا اینکه رگشان برجسته شود. وقتی که رگشان نمایان شد شما میتونید توسط سرنج یا هم بعضی کسا از وسایل مختلف خصوصا سرنج خوبش میاد با زاویه 15 درجه میتونید از داخل ورید خون بگیرین. گفتم که ورید مهم نیست، از فقط مهمش دایی است که اما قسمتش برجسته باشه و خون شما ازش بتونین گرفته بتونین. خب هنگامی که خون گرفتین، بعد از او خون به 3 مساوی تقسیم میکنیم و بالای شما موادی که انتی ای است، انتی بی است و همچنان انتی دی است، بالای هر کدامش جدا جدا اضافه کرده و تمام اینا را چی میکنیم؟ با هم مخلوط میکنیم. بعد از گذشت 1 تا 2 دقیقه یا تا 3 دقیقه هر کدامش خود تجزیه میکند و بعد از او ما میتونیم تعیین کنیم که گروپ چی است، مثبت است، منفی است، A است، B است، هر کدامشون بازدوجه نمایان میشه. گفتیم که قسمت اولش یا انتی را بالای ای اضافه میکنیم، البته 1 قطره. صحیح است. 1 قطره را اضافه میکنیم، بعدیش را انتی بی را میاریم، قسمت دومش انتی بی است، این را هم 1 قطره در بین زی اضافه میکنیم. خب بعدیش انتی دی است، این را هم بالای از 1 قطره اضافه میکنیم. خب اضافه شد هر کدامش. حالا در قدم سوم چی میکنیم؟ تمام اینا را با هم با مخلوط کنیم به شکلی که یکی در دیگه مخلوط نشه، هر کدامش به صورت جداگانه ای که در دیگه البته مخلوط شه همراه مواد. خب یوم درست شد. اولیش انتی ای بود، دومیش انتی بی است، این هم تمامش با هم مخلوط میکنیم تا که مواد که انداختیم یا مواد که اضافه کردیم همراه خون تمامش چی شود؟ مخلوط شود. آخریش انتی دی است، این هم به این شکل مخلوط میکنیم. خب تمام اینا با هم مخلوط شدن. حالا هر کدام از را به شکل دورانی چی میکنیم؟ دوره میتیم تا ای که مواد کاملا با هم مخلوط و همچنان مواد باید اما خون یک از دیگه خودت چی کنه؟ تجزیه کنه. خب این را به این شکل چی میکنیم؟ چند تا حرکت میتیم. صحیح است. تا ای که میشد کدام جای مواد صحیح قطع نشده باشه توسط این حرکت میشد تمام مواد با هم مخلوط شد. خب ایش درست شد. این را میمونیم، انتی بی را میگیریم. خب انتی بی هم مخلوط شد، انتی دی، خب حالا چه قسم میفهمیم که کدام گروپ است؟ صحیح است. اولیش انتی ای بود،
اولی شرطی بود اگر احیانا A همراه D تجزیه میشد. میفهمیم که A همراه D تجزیه شد یعنی کاملا خون شکل خود تغییر میده و موادی که از دیگه کاملا خود جدا میکند. پس میگیم که گروپ تعیین شده ما مثبت A است یا A پوزیتیو است. اگر احیانا B همراه D تجزیه میشد پس در این صورت میگیم که گروپ خون ما BRH مثبت یا گروپ B مثبت است. اگر احیانا بعضی اوقات تنها هم دی تجزیه میشد باز دی هدفش وقتی که تجزیه شد هدفش از چی است که گروپ اوی مثبت است. اوی مثبت. خب میشه گاهی اوقات هر سه از این تجزیه شود باز میگم که چی است AB پوزیتیو یا ABRH مثبت. بعضی اوقات میشه هیچ کدامش تجزیه نشه. وقتی که تجزیه نشد باز میفهمیم که گروپ خون ما ORH منفی است. صحیح است توسط عملیات تعیین میشه. حالا میبینیم ایش تجزیه نشده به ما حالت خود است، بی هم به حالت خود است. آمدیم در قسمت او رو ببینیم که اموس سه قطره خونی که گرفتیم خونه به سه تقسیم کردیم. اویش کاملا با دیگه فرق دارد و تماما تجزیه شده، شکل خودم تغییر داده و یک از دیگه هم تفاوت دارد. پس میگیم که گروپ تعیین شده ما عبارت از چی است؟ ORH مثبت. به خاطری که تنها آنتی دی خود تجزیه کرد و دیگه به مو حالت اولی خود باقی ماند. پس گروپ تعیین شده عبارت از چی است؟ گروپ تعیین شده عبارت است ORH مثبت.